سلام. با یکی دیگر از برنامه‌های من یعنی عشق من ورزش در خدمت شما هستم. بدون مقدمه میریم سراغ حرکت اول. ناحیه ماهیچه‌های کتف سمت راست رو تحریک کنید به طوری که ماهیچه‌های سمت چپ صورتتون رو غافلگیر کنه. سپس بکشید و کلمه ای رو که میگم تکرار کنید. جوری بری با هوری عوض کنید. جوهری بری داری چیزی ظاهر میکنی. حرفا چیه بابا؟ بخند. تو نمیتونی بخندی. ببین من یه برنامه شاد و پرمحتوا میخوام. آقا من صورتم همین جوریه، نمیتونم بخندم. الانم که دارم با شما صحبت میکنم دارم از خنده روده بر میشم ولی مشخص نیست. چرا؟ چرا نداره دیگه. وقتی تصور میکنم شما رو که منو میندازی بیرون، بعد من به فامیلمون میگم، بعد فامیلمون شما رو میندازه بیرون، خیلی خنده داره. یه دقیقه دستتو بده بالا. دست به من نمیزنی. بده بالا دستتو. دست به من نمیزنی. آقا با سلام خدمت شما بینندگان عزیز، ورزش دوستان و ورزشکاران محترم. ظریف هستم. عیدتون مبارک. با یه برنامه دیگه ای از نرمش برای مشاغل در خدمت شما عزیزان هستیم. خب برای شروع میریم سراغ شغلی که امروز میخوام راجبش براتون صحبت کنم. امروز راجب باغبونای سیاری صحبت میکنیم که برای شب عید تو خیابونا داد میزنن که باغچه‌ونه. برای شب عید میخوان خونه هاتون و باغچه های خونه هاتون خیلی شیک و تمیز کنن. شروع میکنیم. 1 2 3 4. 1 2 3 4. برای این کار نیاز به دستانی قوی دارین. مش، ساق، ساعد، پشت بازو، سرشونه. خیلی خوب ادامه میدین. حالا این دفعه با حرکت‌های یه خورده سریع‌تر. 1 2 3 4. عوض میکنیم. 1 2 3 4. حالا خاکمون خیلی خوب شده. آماده هستش که بذر بپاشیم. کیسه بذرها میبندیم به کمرمون و با دست چپ میره تو کیسه، بذر رو شروع میکنه به پاشیدن. عمو کمر نیستش. عمو کرم. خب شروع میکنیم. 1 2 3 4. 1 2 3 4. بذر اونو پاشیدیم تو خاک. قشنگ. خیلی خوب. برای اینکه زمین بسیار قوی داشته باشیم نیاز به کود داریم. توجه داشته باشین تو بازار از این کودای تقلبی هم هستش. خب شروع میکنیم. یه ماسک میبندیم، دستکشا تو دست و کودا رو پخش میکنیم. 1 2 3 4. 1 2 3 4. توجه داشته باشیم برای این کار به سرشونه‌های قوی و عضلات گردن خیلی خوبی نیاز داریم. پخش کردیم. خیلی خوبه. خوب پخش کردیم. لبخند به لبتون باشه. خب حالا کود رو پاشیدیم و مطمئنین که زمینتون بسیار قوی و چمن خیلی خوبی بهتون ارائه میده. خب با یه برنامه دیگه در خدمتتون بودیم. ظریف همیشه در خدمت شماست. شاد و تندرست باشید.